دوستان سلام. امروز میخوایم با هم یه آیس لته درست بکنیم. خیلی کار ساده‌ای هستش، به خصوص اگر شما یه موکاپات یا یه دستگاه اسپرسو ساز خونگی خیلی ساده و بیسیک داشته باشیم. مواردی که لازم داریم یک مقدار یخ، شیر و یک اسپرسو ساز یا یه موکاپات هم اگر باشه کافی هستش. من برای درست کردن اسپرسو در ابتدا از یک قهوه عربیکا استفاده میکنم. از هر شرکتی که باشه اصلا اهمیتی نداره. حالا من از قهوه الی استفاده میکنم، اینجا برای من دسترسیش آسون هست. اما شما از هر مدل پودر قهوه‌ای که دوست دارید میتونید استفاده کنید، اما اگر از دونه های عربیکا باشه خب عطر و بوی بهتری داره و نتیجه کمی بهتری رو خواهید گرفت. خب بسکتی که من دارم تقریبا 12 گرم قهوه درش جا میگیره که من حالا برای اینکه ویدیو طولانی نشه این رو به صورت چشمی میریزم. شما میتونید وزن کنید و حالا متناسب با اون دستگاهی که دارید در واقع اسپرسوتون رو آماده بکنید. این کار رو با موکاپات هم میتونید انجام بدید و با استفاده از گاز برای دوستانی که حالا اسپرسو ساز ندارن یا اصلا میخوان از موکاپات استفاده بکنن. اون رو هم آموزش هاش رو برای گرفتن یک اسپرسو خیلی خوب و با کیفیت در آینده روی کانال قرار خواهیم داد، اما فعلا من از این دستگاه میخوام استفاده بکنم. دیگه قهوه این اضافه میکنم، کم هست. و قهوهم رو هم تمام میکنم و روی دستگاه میبندم. خب در سمت دیگه قبل از اینکه بخوایم عصاره قهوهمون رو بگیریم، ما میتونیم از سیروپ های مختلف استفاده بکنیم با طعم های مختلف. اینها تو بازار موجوده، مثلا کارامل هست، مدل وانیلش هست، کاکائویش هست، مدل های مختلفی توی بازار وجود داره که حالا بسته به ذائقه‌تون شما میتونید خریداری کنید و استفاده بکنید. من امروز میخوام از سیروپ کارامل استفاده کنم. به ترتیب در واقع چگالی این مایع ها ما سعی میکنیم به لیوانمون اضافه بکنیم. خب چگال ترین چیزی که من اینجا دارم، اول سیروپ هم هست، بعد یخ رو اضافه میکنم و بعد از اون شیر رو روی سیروپ میریزم و بعد از همه اینها اسپرسو رو اضافه میکنم. اگر این ترتیب و توالی رو رعایت بکنیم این مواد با هم دیگه ترکیب نمیشن و یه نتیجه زیباتری رو در انتها خواهیم داشت. خب پس من در ابتدا یه مقداری سیروپ اضافه میکنم به لیوانی که دارم. این سیروپ ها مدل های مختلفی هم دارن، مثلا شما از همین طعم کاراملی میتونید بدون شکرش رو هم خریداری کنید که حالا که کالری کمتری داره، یا خیلی هاشون شاید زیرو کالری هم حتی اگه بگردید پیدا بکنید. بعد از اون من یخ رو اضافه میکنم به لیوانم. یخ ها رو هم خیلی آهسته سعی کنید اضافه کنید و همینطور بعد شیر رو خیلی آروم اضافه کنید که این مواد خیلی با هم دیگه قرار نیست در ابتدا ترکیب بشن. موقع سرو هر کس برای خودش میتونه اینها رو هم بزنه و ترکیب کنه مواد رو و یه نوشیدنی یک دستی رو داشته باشه. ولی در ابتدا برای اینکه ظاهر کار زیبا بشه خب بهتر هستش که اینها رو خیلی آهسته اضافه کنیم که این مواد با هم ترکیب نشن. بعد شیر رو اضافه میکنم. خیلی آهسته این کار رو میکنیم که شیرمون با این سیروپمون ترکیب نشه. یه مقداری خالی میذاریم که میخوایم اسپرسو رو اضافه کنیم لیوانمون جا داشته باشه. خب بعد از اون خیلی ساده ما این رو میتونیم اینجا قرار بدیم.
شروع کنیم به عصاره گیری از قهوه. خب تا دستگاه من آماده میشه، این نوشیدنی برای فصل تابستان بسیار دلپذیر و خوب هستش، به خصوص برای وقتایی که برق میره یا آدم دیگه کلافه هست از گرما، میتونه واقعا کمک کننده و خوب باشه. من یه نیه شم میذارم خیلی آهسته که مواد تا حد ممکن با هم دیگه ترکیب نشن و این میشه نتیجه کار ما. امیدوارم که درست کنید این رو، بنوشید و لذت ببرید.